یک هتلی رو با استانداردهای بالا انتخاب میکنی، با خیال راحت میتونی بشینی توی سلفش کنار مهمونا غذا بخوری. این خیلی با اهمیت. از اون موقع تا چند تا از مهمونای ما اومدن با ما احوالپرسی کردن، تشکر کردن بابت هتل خوبشون. چون علی گفتش کوبیده مرغش خیلی خوشمزه است، من کوبیده مرغ برداشتم که تستش کنم. خیلی بچه‌ها تعریف کردن، به نظرم خوشمزه بود. به نظر من کوبیده مرغش از کوبیده گوشتش خوشمزه تر بود. نظرت؟ نه شما خوشمزه باشه. آره غذاش خیلی خوبه، یعنی زور من علی خوردی به آقای فخر بعد چقدر غذا خوبه. تو غذا ما همیشه خوب بوده. مثلا شما به خاطر همین که ما اصلا نمونه ناراضی بابت غذا روی هتل این هتل نداریم. اگه خب پس قیمتمون رو میبریم بالا، حالا که اینطوری شد. روی بحث نظافت هم من واقعا تو ایران میگم که قیمت نره بالا. یکی از چیزایی که من خیلی از ذوق دارم اینجا دقت میکنم پرسنلش. آره من بعد ورود که وارد شدم من خب کاردان رستوران هتل رستوران نیومده بود. بعد به ورود که وارد رستوران مثلا انرژی نسبت پرسنلش واقعا من دید. این نکته خیلی از اهمیته. حالا مدیر هتل میگه ما رو میشناسه، میدونم رزرو هتل میگه ما رو میشناسه، اما باقی پرسنل ما رو نمیشناسن واقعا. و اون لبخندی که روی لبشونه با مهمونا، با ما، اون برخورد گرم و صمیمانه‌شون، خب اینا یک چیزاییه که اصلا هیچ جا در موردش صحبت نمیشه. اما به نظر من یکی از مهمترین قسمت‌های اقامت یک مهمان تجربه‌ایه که در برخورد با پرسنل اون هتل داره. اگر شما هتل 5 ستاره هم بری ولی برخورد مناسبی با شما نشه، به نظر من تجربه خوشایندی رو با خودتون به شهرتون نمیبرید. داره حس آرامش میده. انرژی مثبتشون بهش حس آرامش میده. باعث میشه که اون چند روز که اینم یکی از خط قرمزای ما توی مراحل انتخاب هتل هامون یه چند تا فاکتور نانوشته داریم. یعنی بارها اتفاق افتاده که بچه‌هایی که برای بررسی یک هتل رفتن حتی وارد اون هتل نشدن. مثلا این یک مسئله‌ایه که ما هر جایی نگفتیم، ولی الان دارم بهتون میگم. به محض ورود اون پذیرش، اون رزرپشن، اون کسی که توی لابی بوده یک برخورد نامناسبی رو انجام داده که اصلا بیخیالش شدیم. این که از اولش اینجوری باشه چی، من خودم جای شما میذارم و میگم که آقا مهمان من خسته و کوفته از راه دور میرسه، توقع یک برخورد گرم، یک احترامی رو داره که متاسفانه مسئله به این مهمی توی بعضی از هتل‌ها خیلی کم اهمیت. کشک بادم جون ماکارونیش من ولی خیلی به دهنم چسبید. می‌خوام دوباره ماکارونی بعد. بچه‌ها این خیلی میخوام برم بازم بردارم. الان فعلا نمیخوام، میخوای بذاری اینجا. بچه‌ها بعد من یه چیزی که خوشم اومد گفتم نمکدون و فلفلدون و سماقدونش این شکلیه. از این واقعا تبریک داره مدیریت هتل فصل دخیل که به جزئیات دقت کرده. بی‌دلیل نیستش که رشتهشون هتلداریه. مدل سس گذاشته بودن. آره اینجا هم آوردید. نگاه کنید. بعد من یک با مدیریت مالیشون صحبت بکنم که اینا نکنه برشکست بشن. آقای فخر میگفت حالا که راضی هستی پس ما نرخمون رو میبریم. شام هم دوغ هم نوشابه، ناهار هم دوغ هم نوشابه. وای چقدر خوبه. چقدر کوبیده مرغش خوبه. از جوجه میده. از چوچه میده. چقدر خوشمزه است. حیف که من تو ویدیو نمیافتم. حیف که این هتل مهمان کمی میتونه پذیرش بکنه. کلا 80 تا تخت داره. کلا 4 طبقه بیشتر نیست. 80 تا تخت داره. برای همین هم هستش که وقتی زنگ میزنیم به گلستانی میگه عجله بکنین توی رزرو بازار داغی نمی‌کنی. 80 تا تخت کلا بیشتر نداره. 80 تا تخت میشه 15 تا خانواده. و همیشه هم بچه‌ها اولین پیشنهادشون برای کسی که هتل اقتصادی میخواد و برای کسی که مثلا هتل میخواد که غذا خوب باشه همینه دیگه. اینجا دسترسی راحت ماشین به اینجا. کوچه پهنی که از سمت همه میتونه بیاد. این پشت هتل 2-3 تا پارکینگ عمومی هستش. جا پارک ماشین زیاده. پارکینگ شهرداری همینجاست. پارکینگ شهرداری از هر 24 ساعت 103,000 تومان. خیلی خوشمزه بود کوبیده. و بازم تاکید میکنم افتخار میکنیم هتلی رو براتون رزرو میکنیم که رومون میشه بیایم کنار شما غذا بخوریم، کنار شما اقامت داشته باشیم و چشم تو چشم شما بپرسیم که آقا از این هتل راضی هستی یا نه. من اینو افتخار میکنم بابت این سیستم کاریمون. ببخشید مربی هم نوشابه خوردم هم پلو. کوبیده مرغش حقیقتا مثلا جا خوردم. همچین طعمی از کوبیده مرغ نداشت. میدونی هم نرمه، هم عددیش خوبه، هم ترشیش خوبه، هم چیزش خوبه. سرآشپزش رو من ظهر دیدم ازش تشکر کردم. گفتم باری کلا که مواد غذایی رو حرام نمی‌کنی.
مرغ که همه جا در میاره ولی که مرغ رقص در بیاری البته بی‌دلیل نیستش که پایین آشپزخونه است، اینجا آشپزخونه است. یعنی آشپزخونه هتل رو اجاره دادن به یه فرد دیگه، خودشون ازش غذا می‌خرن. باری من کلو فاکتوراش من دارم. نه نمیدونستم هم غذای چیز مال اینجاست، یکتا، هم آتیه، دیگه نمیدونم کدوم هتل‌ها غذاش از اینجا میره. آره. از هتل دیگه جای دیگه از اونجا. همون هتل‌های اطراف هم از اینجا. تازه از هم کاهوش تازه بود، هم هویجش تازه بود، همه چیزش تازه بود. لازم یکم سیر بیشتر شد. سیر؟ از سیر دوست دارم. خوشا بعضی هم از علی حساسیت داشته باشه. ولی طعمش رو من معلومه که آشپزشون کارش درست. خب میخوام نظرمون راجع به شام امروز که 25 آبان 1404 راجع به هتل قصر دخیل بگم. واقعا امتیازی که بهش میدم امتیاز بالایی هستش، چون که حقشه که این امتیاز رو بگیره، چون به نکات ریز و نکات جزئی توجه کرده. از 10 میخوام بهش 10 بدم، چون که سالادش کاملا تازه بود، کاهو، هویج، هر آنچه که برای سالاد داشت همه تازه بود و غذاش هم همش داغ بود که آدم کیف میکنه. خودم خوشم میاد غذام داغ باشه. توی وعده شام برنج هم داشت، برنج با کوبیده مرغ و کوبیده گوشت داشت که خب کوبیده مرغش واقعا فوق العاده بود. ما اینجا 3 نفریم که غذا رو تست کردیم، هر 3 نفرمون از کوبیده مرغ شگفت زده شدیم. من فقط همین دو تا رو تست کردم. حالا بچه‌ها چیزای دیگه هم تست کردن که اونا نظرشون رو میگن. البته سوپ هم تست کردم، سوپش هم خیلی خوب بود. باقیشو بچه‌ها میگن میسپارم به بقیه. سلام علیکم. سلام علیکم. خب من که از اصلی‌ترین دلایلی که اومدم هتل قصر دخیل با اقامت بکنیم برای خودم این بودش که چجوری یک هتل اینقدر رضایت بالایی از مهمونای ما تونسته به دست بیاره. خیلی کم پیش میاد توی هتل‌های میانرده مثلا با 1,200,000 توی آبان 11 و یه هتل بیاد از مثلا 100 تا مهمون 95 تاش رضایت داشته باشه. خب اومدیم برخورد پرسنل رو دیدیم، قبلا اینجا بازدید اومده بودیم ولی اوایل افتتاحیه‌اش بود. الان که اومدیم خیلی خدا رو شکر با مدیریت قوی که داشتن تونستن چالشاشون رو برطرف بکنن، رضایت مهمون خیلی خوب جلب بکنن. این که بدنه اصلی اجرایی این هتل تحصیل کرده گردشگری و هتلداری هستن، مثلا من خیلی کمکشون تونسته بکنه، چون شما قشنگ می‌بینید که به جزئیات توجه شده. از اینکه خدمتتون عرض بکنم آب لیمو، آب نارنج و انواع اقسام سس و سالاد و غذای متنوع، لیوان شیشه‌ای و نمیدونم نوشابه‌های بلند و دوغ، اینا واقعاً با یک هزینه اقتصادی به نظرم خیلی هنره که تو برنج ایرانی استفاده بکنی، غذای سلف سرویس بچینی، یخچالت سلف سرویس باشه و 1,200 از مهمان پول بگیری، مهمان هم راضی باشه. اینجا برای اولین بار من جا داره تشکر کنم از مدیریت هتل که آبرو اعتبار ما رو حفظ می‌کنه. میشه مهمونمون میزبان خوبیه، چه خودش و چه نیروهاش یک تجربه قشنگ رو به مهمونامون میسازن. من از 10 11 میدم به هتل قصر دخیل. داش ملاک 10 بود دیگه. من توضیح بدم در مورد امتیازدهی تیم ما به هتلمون، چه هتل چه غذا. حالا امتیاز ملاک امتیاز ما 10 از 10، ولی این از 10 که امتیاز میدیم نسبت به شرایط هتل و مخصوصا مثلا قیمت هتل، چون خیلی وقتا مهمونای ما براشون سوال پیش اومده که از خود من پرسیدم، میگن مثلا شما امتیاز گذاری میکنین، میگین که این مثلا مجموع 7 8 9 10. اینو من میگم که نسبت به اون قیمت و شرایط هتل امتیاز میدیم. الان غذاشون رو تست کردیم، منم واقعا از همه غذا رو برداشتم تست کردم، خداییش همشون خوب بود. کلیت مجموع رستوران، تمیزی، رفتار پرسنل و کیفیت غذا واقعا عالی بود. از 10 نمره منم 10 میدم بهش، واقعا حقشه و کلیت مجموع به نظر منم عالیه. حالا من تا الان تست نکرده بودم، رستوران قصر دخیلم واقعا نیومده بودم، ولی از الان به بعد اصلا طرز فکرم مشاورم نسبت به مهمون بخوام مشاوره بدم از لولش کلا از کف اومد به سمت